میخوام بهت بگم من تو این دنیا اضافم، ولی تو بچه شاید نباشی خیلی گنگ و احترامی. تو این چهره غلط انداز یه زن دامنه کرد و گرفت و گفت حق من این مهریه، حق تو یه مرگ، یه کفن، یه زندان، تاوانش یه دست و یه پا. این عشقاست، این عشقاست، این عشقاست. این عشقا پر از اشتباس. وقتی مخ تو به کار میندازی میبینی این دنیا هم از ضد توه. لعنت به این اشتباه که آدمو مجبور میکنه بیفته تو این اشتباه. من دارم به این فکر میکنم زن از مواد مخدر بدتره. تو حرامزاده چجور موجودی هستی که فقط از بیرون خوشگل تری از درون یه چیزی دیگه. من خودم از زاویه خودت میگم این اشتباه رو نکن، فقط به چسب آینده دیگه. خودت برای خودت ارزش داشته باش تا اینکه وقتی تو صرف این کس چرا کنی. تهش اگرم عاشق بشی اون خودش تو رو گول میزنه در حالی که اون عاشقت نیست. تهش به خودت میای میگی چیکار کردم که اون رفت از من بعدش اومد، من که همه چیم تکمیل اون چرا رفت با کل دیگه. تهش تو آدم بده میشی، تهش تو از آدم زده میشی، تهش همه تقصیر رابطه گردن توه. فقط تو شکست و لاغر میشی، اون اصلا براش مهم نیست. تهش تجاوز میشه بهش عادت میکنه، میره با پولی که از بدنش در آورده حال میکنه. تو مثل منی از همه چیز زود دل میکنی، اگه همون برگرده میگن سیکتیر کن، فقط از همه دل میکنی. دیگه این دنیا عشقی نمونده، اگه مونده با پول و ثروت مونده که بچه‌ش گناهی کرده که از اون جنینش تا 9 ماهگی توی شکم مادر فقط قر میزنه. وقتی به دنیا میاد تو این جهنم آینده پدرت نداره جز بار نصیحت. فقط بهت میگه تو بزرگ شدی، مرد شدی، حالا گورتو گم کن که بزرگ شدی. تهش تو بیرون مرد میشی، کارتون خواب میشی، همه بهت میگن معتادی، انگشت فاک نشونت میدن لعنتی، دیگه جو سلامتی نمیدن. اینجاست که به درت میاد میگه اصلا تو طلبکاری، تو چرا کار نکردی وقتی کیری تو این جهنم نمونده کاری. به درت بزرگ اومدیم ولی تو این جهنم هیچی ندیده، فقط با پوز و دروغ و خود باوری میگه پسرم تو مثل من زرنگ نیستی. تهش اصلا گوش کردی به جای رسیدی، ببینی هیچ میلی به رابطه نداری، رابطه کثیفا هست فقط جز پول هیچ قدرتی نداری. من منظورم اینه که آزادی خواست زندگی کن، نه به تصمیم دیگرون که خودت به خودت قانع باشی. نگه کسی که نصیحت کرد که آخرش اونم مرد، سرنوشت دست خداست ولی میتونی یه جور خودتو بسازی. بچوری زندگی کنن لحله به دختر بزنی نه لحله به پول. فقط آرامش داشته باش، بذار همه گوشته همو بکنن ولی خودت با آرامش زندگی کن. زن یه موجود خلق جهانه که هیچکی نتونسته کشفش کنه. زن گاهی سعی میکنه مردو بازی بده، مرد کار کنه قدم ورداره، مرد قول بده به هدفای زن توجه کنه. یه موجودی از سبک شیطان، دل ضعیف اما پر از درده که نمیشه این رسمو شکاند، نمیشه این رسمو شکاند. پر از کینه، ای کاش نمیفهمیدم که انسان پیش شیطان سجده نکرد. نباید به خودمون بنازیم چون نسل ماها سوخت، باید این قوانین تخمی احترام بذاریم. برای آدمای بیارزش مهم نیست که چه اتفاقی قراره بیفته، چی پیش آمدایی قراره رخ بده. اونایی در هر صورت چیزی که نباید رو بگن رو میگن، حرفی که نباید رو بزنن به زبون میارن. پس چرا با همچین آدمای هنوز در ارتباطی؟ قبل از این که با کسی وارد رابطه بشی اول شخصیتش مطمئن شو تا مبادا روزی با زبونش کاری کنه تو برنجی ناراحت بشی. دلم مرگ میخواد دیگه جوونی ندارم، تازه هرچی بخوای بهت میدم فقط راحتم کن. چه حرف چه آهنگی فرقی به خوب کردن عالم نمیکنه، فقط میدونم این دنیا جای من نی. سوخین دلم از این آدم هیچ فرقی نداره دیگه، نه جوهری به این رابطه دارم نه جوهر به زندگی. همینا باعث شد که سمت هیچ دختری نرم. کجا بوده شرطی که میذاریم برای دختر؟ ببینم وقتی خونه یا ماشین میخری شرطی هست برای روندن؟ SSJJ
شدیم یه پیله سوخته، پیله که باز شد اما به جای پروانه تبدیل به اژدها شد. من توی مخت میخونم چی میگذره، وقتی حق ناحق چجوری میگین ازدواج بهتره. با پول و ثروت با زنای امروز چی کار کردین؟ من غلط کردم، شنیدم هوا حوری با هم خوابیدن تا جماعت انسان دیدم. از هر جوونی بپرسی میگه این رژیمو دیدم. عجب قانونیه، مرد دل کند و رفت از این مملکت، تش قانون میاد وسط، پدر بدبخت مجبور میشه مری دختر رو بده. بریم واسه بقیهش. اوکی. اینجاست که توی قرآن میگه طلاق منفور موجب ناراحتی خدا توصیف شده. ازدواج در اسلام شرط عقلی و علاقه که صورت میگیره و صورت رضایتی، مرهم یا نامرهم باید صورت بگیره. ولی افسوس اینا از بین رفتن، فقط راه اشتباه توی اتاق تاریک بدون پنجره که راه فراری نیست، داره اتفاق میفته توی جهنمی که برای پسر ازدواج نی ولی برای حیوان ازدواج صورت میگیره. همونایی که میبینی سگ دارن تنها و ارزن که نمیدونن رابطه درست چی هست. من از درون دارم میترسم که این اتفاق بین جوانای عقده است که درگیری جنگ بینشون اتفاق میفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اتفاق میفته، اتفاق میفته، اتفاق میفته، اتفاق میفته، اتفاق میفته. سر آدم پوچ ولی از اون ور منفیم، سر دختر پر از فکرهای راحت که سیگار گرفتن دستشون الکی کفریان. صدها هزار نفر تو این دام افتادن، یا آلوده الکی به رابطه شدن یا الکی به دست عشق از بین رفتن. ارزش نداشت ببینی حالمو، فقط با چند گریه درست نمیشه این عشقمو. تو که هرز میپری ولی خوب بهم فهموندی که ما ارزش هم دیگر رو نداریم. خوبه که ما لنگ توی نه لنگ دیگرون، پس قانم که خودمون براتون فیلم سوپریم.